فرهنگ ملی و سنت‌های اجدادی پایه هویت و خودشناسی هر یک شخصند. اگر کودک از خردی با عنعنه، زبان، لباس‌های ملی، طعام‌های ملی و جشن‌های مردمی خود آشنا شود، او خود را جزء از آن فرهنگ احساس می‌کند و با آن فخر می‌کند. در کشورهای دیگر این جامعه‌ها بسیار فرهنگی اند و کودکان تعلیم می‌دهند که به فرهنگ خود و دیگران احترام داشته باشند. مثلا روزهای لباس‌های ملی را در مکتب جشن می‌گیرند یا به همه نشان می‌دهند که خوراک‌های ملی گوناگون چگونه‌اند. در ما نیز بخصوص در تاجیکستان اهمیت نگاه داشتن زبان تاجیکی، جشن‌های نوروز و مهرگان و دیگر سنت‌ها تاکید می‌شود. والدین می‌توانند فرهنگ ملی را توسط زندگی هر روزه آموزانند. مثلا با کودک سرودهای خلقی یا مدحیه‌های کلاسیکی را شنوانید، لفظ شیوه مادری را در خانه رعایت کنید، افسانه‌های تاجیکی خوانید. در جشن‌های ملی کودک را با خود گیرید، خواه عید نوروز با شکوه در باغ باشد، خواه مراسم جشن سده یا تیرگان در محل. فهمانید که معنی این جشن‌ها چیست و چرا برگزار می‌شود. همچنین با کودک درباره گذشتگان معروف ملت، قهرمانان تاریخی و شاعران و نویسندگان صحبت کنید. آموزگاران نیز می‌توانند در مکتب لایحه‌های فرهنگی برگزار نمایند. مثلا هفته فرهنگ ملی که هر روز درباره یک جنبه فرهنگ، موسیقی، صنعت تصویری، ادبیات، عرف و عادت‌ها معلومات داده می‌شود، یا برای خوانندگان آزمون‌های شعری تاجیکی یا صحنه‌چه‌های تاریخی گذرانیده شود. وقتی کودک می‌بیند که فرهنگ خودش قدر کرده می‌شود و خودش هم در آن سهم گرفته می‌تواند، مثلا لباس ملی زیبا می‌پوشد یا یک پارچه از شعر حافظ را از بر می‌کند، در او حس افتخار و پیوستگی با ریشه‌های خویش به وجود می‌آید. این خودبهادی ملی را بالا می‌برد و او را همچون فرد با هویت تشکل می‌دهد. آیا شما والدین و استادان عزیز این تجربه ها را انجام داده اید؟ لطفاً نظر خود را به ما نویسید. سرپرستی برنامه ما شرکت لیندوید میباشد. لیندوید با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.